خفن ترین تیم جلوه ویژه جهان، وتا کمپانی. وتا کمپانی برای پیتر جکسونه، کارگردان ارباب حلقا. قبل از شروع ساخت ارباب حلقا این کمپانی ساخته شد تا بتونه از پس ساخت جلوه ویژه‌های این سری فیلم بر بیاد. تامین بودجه‌ش هم از سمت برادران وارنر انجام شد و کم کم بزرگترین تیم جلوه ویژه جهان رو تشکیل دادن. خیلی از سکانس‌های لاست آف آس توسط تیم وتا انجام شده و تخصص اصلیشون پرکتیکال افکته که توی تکنیک پرکتیکال افکت میان یه بخشی از صحنه رو آماده میکنن، حالا چه به صورت ماکت باشه یا هر چیز دیگه‌ای، و میان با جلوه ویژه بهترش میکنن. خب ممکنه الان توی ذهنت بگی چرا کل فیلمو نمیدن وتا کمپانی بسازه، و جوابش اینه که به خاطر دستمزد به شدت بالاییه که وتا کمپانی دریافت میکنه. وتا کمپانی برای هر شات فیلمی که درست میکنه بین 40 تا 80 هزار دلار دستمزد میگیره. برای همین شات‌های بسیار بسیار مهم میدن وتا کمپانی بسازه تا هزینه فیلم رو بتونن کاهش بدن. چرا دستمزد وتا کمپانی انقدر گرونه؟ به خاطر سخت افزاری که در اختیار این شرکت. رندر فارم شرکت وتا برخلاف تمام شرکت‌های دیگه که بر اساس سی پی یو هست، بر اساس جی پی یو کار میکنه و مدل جی پی یو هایی که در این رندر فارم استفاده میشه نسخه‌های A40 و A100 هست که قیمت هر کدومشون یه چیزی بین 10 تا 20 هزار دلاره. و نکته اصلیش اینجاست، وتا چیزی حدود بین 15 تا 20 هزار تا از این جی پی یو ها توی سروراشون فعال دارن. یعنی یه چیزی حدود 400 میلیون دلار تخمین زده میشه که فقط قیمت جی پی یو های این شرکته. و رندر فارم هاشون توی نیوزیلند هستن و آرتیستاشون توی حالا نیوزیلند یا کانادا فعال هستن و به صورت ریموت به این سرورها دسترسی دارن. و وتا نزدیک به 2000 تا آرتیست داره که بخش خیلی زیادی از اونها در حال رندر گرفتن سر پروژه های مختلف هستن. برای همین یه تیم آیتی 24 ساعته برای پایدار نگه داشتن فضای ذخیره‌سازی این کمپانی دارن کار میکنن و فضای ذخیره‌سازی اونها چیزی حدود 5 پتابایته. هر پتابایت چیزی حدود 1024 ترابایته که خودتون تصور کنین که چه فضای ذخیره‌سازی عظیمی برای این شرکت داره کار میکنه. و جالبش اینه وتا از یه رندر دیپ استفاده میکنه که هر یک فریمش چیزی حدود 10 گیگه. یعنی هر رندری که توی یک فریم انجام میدن چیزی حدود 10 گیگابایت فضا میخواد. و اگه بخوام چند تا از نمونه پروژه هایی که توشون کار کردن اسم ببرم، لاست آف آس، اواتار، هابیت، ارباب حلقا که کلش رو انجام دادن و توی پروژه اواتار هم تقریبا همش دست وتا کمپانی بوده. اگه برات جذاب بود حتما پیج منو دنبال کن.